امروز 25 می هست، روز جهانی تیروید. روز جهانی تیروید از سال 2008 توسط انجمن تیروید آمریکا، انجمن تیروید جامعه اروپا و همینطور ایشین تایروید سرجری به عنوان روز جهانی تیروید در نظر گرفته. خوشبختانه ما در بیمارستان عرفان خب به طور تخصصی این کار رو داریم انجام میدیم. نزدیک 15 ساله که عمل جراحی تیروید به صورت تخصصی در این مرکز داره انجام میشه. تجهیزاتی که در این مرکز به کار گرفته میشه در واقع میشه گفت قابل رقابت هست با بهترین مراکز درمانی دنیا، مثل مرکز جراحی کلایمن در فلوریدای آمریکا و همینطور بقیه مراکز دیگه. استفاده از دستگاه نرو استیمولیتور، استفاده از ابزارهای هموستاز مثل هارمونی، مثل بایپرام، مثل تمام وسایلی که به هر نحوی در اونجا استفاده میشه در اینجا هم استفاده میشه. ببینید، عمل جراحی تیروید یک عمل جراحی بسیار ظریف هست. حفظ عصب صوتی دغدغه بیماران هست که خب تا اینجا تا حد زیادی مرتفع شده، نگرانی نخواهد بود در این مرکز. و مشکل دیگه مشکل هایپوپاراتیروید بعد از عمل جراحیه که خوشبختانه ما هایپوپاراتیروید دائم نداشتیم توی این مرکز. اینو میتونیم ادعا بکنیم در این سالها. بحث مهمی که هست اینه که زمان شروع بیماری تا زمان تشخیص تا زمان درمان در این مرکز برای اولین بار در دنیا به حداقل رسیده. ببین الان برای اینکه یک بیماری تایروئید بخواد تشخیص داده بشه، درمان بشه و به مرحله جراحی کشیده بشه، گاهی وقتا 6 ماه، 7 ماه، 1 سال زمان میبره در بهترین مراکز دنیا، به جز موارد استثناء. روال عادی اینه بیمارانی که به ما مراجعه میکنن از خارج از کشور، از کشورهای مثل آمریکا، مثل کانادا، مثل حوزه خلیج فارس که میان، اکثرا پروسه درمان اینه، بین 6 ماه تا 1 سال ما داریم میبینیم. در مرکز درمانی عرفان بیمار وقتی مراجعه میکنه یه چیزی حول و حوش 1 هفته به مرحله عمل جراحی میرسه. این زمینه میتونیم این ادعا رو بکنیم که در حال حاضر حرف اول رو در دنیا میزنیم.